ما خواستگاری آمدیم برای بامیه جان. میخوایم عروس ما و خانم کوچالو جان شوه. خانه ما هیچ کارم نیست. نان را از بازار میگیریم، ضرور به تندور و پخته کردنم نیست. بانجان برادر و سرخه خواهرک، نصیب هر کس از اول نوشته می باشد. اگر در قسمتشان باشد میشه، ولی ما باید همراه برادر بامیه جان صحبت کنم. تصمیم خانه را او میگیره. بامیه عشقم، من پدر و مادر خود به خانه تو روان کردم به خاطر خواستگاری. کوچالو جانم، مادرم خود قبول خواد کرد، ولی بادرنگ برادرم قبول نمیکنه. سگواری بدش میای تو. پدر اولاده چی فکر میکنی؟ گلپی خارق قبول میکنه باشه؟ از گپایش معلوم میشد که سر بارنگ قبول میکنه. باز هم نصیب و قسمت. مادر جان، خاله گلپی چی گفت درباره خواستگاری؟ خاله گلپیت نه قبول و نه رد کرد. گفت که همراه بادرنگ مشوره میکنه. بادرنگ بچیم. امروز بانجان برادر و سرخه خواهرک آمده بود. خواستگاری برای بامیه. اون لوده کوچالو چی فکر میکنه؟ چطور جرأت کرده که خانه ما خواستگاری روان کنه؟ بادرنگ بچیم احساساتی نشو، خواهی بخو. اون لوده ایلا گشتی میکنه. کار و وظیفه نداره. برشان بگو که دیگه نیاین.